پس آلی بیا، یکی انتحار است یکی استشهاد است. انتحار چی را میگه؟ از نحر گرفته شده. زمان سابق وسایل دیگری کشتن نفس نبود. اکثر مردم که خودم میکشت نه زهر بود نه دواها بود نه در فکرش میگشت در آتش خودم بپرتم. اکثر میترسند از آتش، از غرق شدن آب، از کو پرتافتن و منزل پرتافتن میترسند. اکثر خودم میگرفتن در گردن خود یک رسپان مینداخت، از بالا خود آویزان میکرد، دور خورده میموند. این انتحار میگه. پیغمبر علیه السلام در احادیث صراحتا رد کرده کسی که خود میکشه به خاطر از اینکه نعوذ بالله تنگ از زندگی آمده، تا روز قیامت ی آدم به مو وسیله کشته میشه. اگر خود سوختانده میشه، اگر خود آویزان کرده آویزان میشه، غرق کرده غرق میشه، قطع شمشیر زده میشه، از کو پرتاب کرده از کو پرتاب کرده میشه. این معامله خودکشی گفته میشه. از امو خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم خود جنازه امچو شخص نمیخوان. چی باعث بود؟ دنیا محل امتحان است، دار امتحان است. تو باید مصیبت ها و تکلیف های دنیا را متحمل شوی. بله، این انتحار کی میکنه؟ این انتحار کسی میکنه که پشت پناه نداره، هیچ وسیله برای اعتماد از این موجود نباشه، تنگ میآید خدا انتحار میکنه. سر مومن که هر قدر تنگی بیاید پشت پناه وجود داره، تکیهگاه وجود داره. تسلیش به این میشه که الله در مقابل مصیبت برای من اجر میده. از او خاطر مؤمن شما کم ببینه که انتحار کرده باشه. در مؤمنان اگر کسی انتحار کرده حتما کسی است که معلومات کافی در اسلام نداره، حتما یک شخص بیدین وارد کلام شده، مثل که آل یک تعداد دخترای جوان و بچای جوان خود انتحار میکنه. با مجرده که آن چیزی که قضای شهوت میکنه او برش میاثر نمیشه. که مرا دختر میگه چرا با بچه فلانی ندادی و بچه میگه چرا دختر فلانی برام نگرفتی. این بنده های هوا و هوس و خواهشات است، یا بندگی الله را نمیداره. از او خاطر مطلبش که حاصل نشوه انتحار میکنه. از همون خاطر آمار انتحار در ممالک غربی در 100% در 30% میرسه، اما در ممالک اسلامی در 100% در 0.5% نمیرسه. یک خوچی میکنی در 0.5% نمیرسه. حالات ناگوار افغانستان ما شاهد حالش هستیم. کدام تکلیف نبود که سری ملت نامد، اما کسی را دیدید که خدا درد داده باشه، خدا خطا کرده باشه؟ ما براتون گفتم از جهت مصیبت ها و تکلیف ها کسی خود انتحار نکرده. انتحار کسی میکنه که بیدین است، او هم به خاطر پورا کردن مقاصد شومی خود. در اسلام انتحار حرام است و این جنایت گناه کبیره است، این ممنوع است. خود دوستای ما وقتی که لاف میزنه که در اسلام انتحار نیسته، باید تفکیک کنه، تلبیس سری مردم نبیاره. یکی استشهاد است، طلب شهادت موجود است در اسلام. الله گفته، الله میخره. این آیت قرآن کریم دلیل بالای عزیز که الله میخره نفس ما را. میخره در چی میخره؟ فیقتلون و یقتلون، هم میکشه هم خود کشته میشه. فرق در کجاست؟ بله، کسایی که امروز خود انفجار میده در بین کفار. قطع زمان سابق اینی که فرق داره. در زمان سابق در معرض جنگ، در این طور جنگ خود پیش میکرد صحابه که در 100% 0.5% احتمال نجات نبود. لیکن فرقی جا بود که خود نمیکشت، دشمن او را میکشت. اینی معامله اینی قدر فرق آمده که او اینجا خود نمیکشت، میپرتافت در مابین دشمن، لیکن دشمن میزد میکشت. حالی خود در چرا میکشه؟ بنابر ضرورت است. در مقابل این وسایل مدرن و مترقی این دشمن راه دیگری نیست. امروز که در پا آورده امی دنیای کفر، امی حملات آورده. عالمه که این حملات رد میکنه، خصوصا با شرایط. البته شرایط داره کی با استشهاد کی جایز است، برای خود شرط داره. مطلقا ما نمیگیم که در بین مردم عام مردم بیاید و هر کس قتل و قتال بکنه. این عمل هر کس رد میکنه، این عمل اسلام نیست. و کسی که این استشهاد میگه یقینا که فتوای غلط داده، حکم غلط داده. اما برای شکستاندن اونمو کفار، شکستاندن اون مردمی که دینی تا به عزت کرده، ناموسی تا به عزت کرده، تو از این وسیله کار میگیری و شرطایشان پوره باشه، بالکل درست و جایز است. کسی رد کرده نمیتونه، راه نداری. از همون خاطر علما شرط میگذاره. اول شرط امی خود انفجار دادن
به خاطر رضای الله متعال باشه، نه به خاطر پول پیسه و گپا باشه. یک، به خاطر رضای الله باشه، به خاطر بالا بردن تنظیم نباشه، به خاطر دفاع از ملک نباشه. ملک، وطن، افغانی در مقابل پاکستانی، پاکستانی در مقابل افغانی، این گپا نباشه. این کشتن به خاطر زمین است. زمین کلش از الله متعال است. هیچ فرقی در بین پاکستان، افغانستان، سعودی و ایران و گپا وجود نداره. سرزمین الله متعال است. سرحد بندی را کفار کرده، مسلمانان را تقسیم کفار کرده. مسلمان است، ولو در سرزمین چین است، امریکاست، کلش سرزمین الله متعال است. امروز مردم به خاطر تنظیم، به خاطر مذهب، به خاطر قوم، به خاطر وطن خودم میکشه. این کشتن در راه الله نیست. این را یاد داشته باشید. و نه کسی کلمه شهید مقدسه سری تو را آدم گرفته میتونه. این را یاد داشته باشه. شهید کسی را میگه که او مبارزه میکنه لتکون کلمت الله هی العلیا، نظام الله بالا شوه و برقرار شوه، به او خاطر می جنگه. این را میگه. اول شرط اینمی استشهاد است که به خاطر رضای الله متعال باشه. یک شرط. دوم، راه مبارزه دیگه برش موجود نباشه. اگر او میتونه از راه دیگه کافر شکست داده میتونه، ضرورت به این نیست، نیاز به این نیست که تو خدا بکشی. چرا بکشی؟ دو شرط. سوم شرط، امی کاری تو، امی عملی تو مؤثر باشه، دشمن ور خطا کنه. اگر تو خدا میکشی و دشمن هم هیچ در پروای تا نداره، باز بری تو جایز نیست. چرا خدا میکشی؟ چهارم شرطش که ضرر زیاد برای مسلمان نداشته باشه. تو یک کافر میکشی، اینجا به صدها سیاسر مسلمان بی عزت میشه، صدها مسلمان دیگه توسط کافر توهین و تحقیر و از بین میره. اینطوری یک کافر کشتن چیست؟ تو عزت و آبروی مسلمان خیلی اهمیت داره، خیلی بالا و محترم است از کشتن یک کافر کردن. نه، صدها کافر که کشته میشه، عزت مسلمان قابل قدر است. 100 کافر در مقابل عزت یک مسلمان ارزش داره. از او خاطر این شرط است. وقتی شرط ها موجود شد، بالکل درست گپ است. این را استشهاد میگن، نه انتحار. این به خاطر از زندگی خود تنگ نامده، این از وجود خود تنگ نامده، این به خاطر از اینکه اعلای کلمت الله شوه، نظام الله حاکم شوه، طاغوت از بین بره. و این را اگر کدام عالم این را رد میکنه، انشاءالله جایش جهنم است. جایش جهنم است. امروز دنیای کفر یک مملکت آرام نگذاشته. در هر جای اقلیت های بیدین میگیرن، در سر قدرت آورده رایسته. این کدام دین است؟ این کدام نظام است؟ این کدام بشر دوستیشان است؟ چی بکنی در مقابلش؟ تو اگر دفاع از حقوق خود میکنی، تروریست هستی. اما تو از کجا تا کجا نه شب سعی میکنی، نه روز، نه جنازه را سعی میکنی، نه توی، نه مردم طفل سعی میکنی، نه زنه. از تو ارهاب نیسته و کسی که دفاع از حق خود میکنه او را ارهابی بگو. عجیب نیسته؟ تأسف داری است. ما براتون بارها گفتیم یک تعداد مردم توسط سخنا خود کافر میسازند به خاطر دفاع از مرام و اهداف کفار. مسلمان ملامت میکنه، ملامتی و کلی چیره سری مسلمان میپرده، یک روز انگشت انتقاد در مقابل کافر نگرفته و نگفته که کافر اینطور کار کرده. این دنیا محل امتحان است. الله متعال ما و شما را در هر مرحله زندگی ما و شما را امتحان میکنه، بالکل امتحان میکنه که ما چی میکنیم چی نمیکنیم. یک روز خود پیش الله متعال رفته نیستیم. چقدر غیرت و ایمان در قلبت جوش میزد به خاطر دین اسلام، یک کشک ریختاندی. امروز حالات ببینی در سوریه چی حالت بگذاره. بوسنیا و هرزگوینا که یک دختر و خواهر مسلمان عزتش باقی نماند. حقوق بشر کجا بود؟ شما افغانستان بودی، کمونیستا آمد، حقوق بشر کجا بود؟ امریکا حمله نمیتونست. حالی در هر مملکت مداخله میکنه، 30,000 40,000 فوج خود روان میکنه به خاطر یک عمارت و ایران شدنش که او خودش کرده. سری تو حمله میکنه، در هر جای کسی رو نمیمانه. ولی تاسف است که امروز مسلمان درک نمیکنه که جنگ صلیبی است علیه اسلام، جنگ کفر است علیه اسلام. عنوان دیگه داده و مسلمانی ما در خدمتش خود قرار داده. روز فرا میرسه، نه پاچاییت میمانه، نه عمرت باقی میمانه. یک روز پیش الله متعال رفته نیستی و الله متعال از تو سوال میکنه.
باز ما از سوالا خفه نمیشیم. خب سوال که به خاطر تعمیل حکم باشه، سوال که عمل سرش بکنی. از دروغ میایی سوال میکنی، سوالی درست. صحابه او سوال میکرد که خود عمل میکرد، خلاص اینطور سوالی بیجار نمیکرد. آیت قرآن کریم است کل گپا را تشریح کرده. الله نفس و مال ما را میخره. به خاطر چی میخره؟ به خاطر ازی که یقاتلون فی سبیل الله. این نقطه بسیار مهم نقطه است. جنگ به خاطر چی میکنه؟ در راه الله متعال. راه الله متعال است که نظام الله حاکم شود، گلم طاغوتا ورداشته شود، نظامای خودساختی ای بشریت ای طاغوتای وقت ای عملی نشود، تطبیق نشود. ما خیلی امروز مسلمان ها دموکراسی را بیرقش گرفتیم، در سر خانه خود زده را ایستیم. آیا در خانه تو کتاب الله وجود نداره؟ آیا به نظام اسلام معتقد نیستی؟ آیا اسلام ناقص است؟ آیا قانون اسلام ناقص است که تو پشت دموکراسی و داد از دموکراسی میزنی؟ این کدام دین است؟ این کدام نظری است؟ دموکراسی اسلامی. اما عالمی که دموکراسی را تقسیم میکنه اول بد میکنه کی را تقسیم میکنه. اسلام و دموکراسی با هم جور نمیاد.